سلام شما دارک هستم. خیلی خوش اومد به این ویدیو. آقا ما امروز با یه ویدیو خیلی خفن برای شما که میخوام کاستومو تک به تک با اویل برم و عشق کنین دیگه. ادعا میکرد میگفت میزنم تو فلان از حرفا. الان ما میخوایم بریم انتقام بگیریم ازش و دیگه این قضیه رو تمامش کنیم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب آقا من الان کاستوم زدم و اس کنیم دیگه. بچه ها ببخشید کیفیت بازی بده، من خودم بد کردم که چون خوب هد میخوره. بچه من فقط میخوام با شاتگان بزنمش. کجا رفت؟ هی بچه نگاه کن، من هدشو میزنم ولی تکی تکی میخوره. مثلا 53 تا 98 تا اینا میخوره. ای اوف بچه چی خورد؟ پشماتون بریزه. کجای اویل؟ اویل کجایی؟ امده گرفته بچه. امدهش خوبه بابای. میزنمش. منم شاتگانمو در بیارم. بچه ها اینا اوف یخ نمیزد رو هدش بوده. بچه ها شات چیز امدش خیلی خوبه. فقط نزنه منو آبروم بره. چیکار میکنی داداش؟ بابا خب اینم 2-0. بچه چه هلی خورد؟ پشم خودم ریخت. امیدوارم که خوب بخوره. اویل برو خونت. دیگه برو خونت. اوف چی زدم بچه ها، رفت خونهشون خوابید. بچه ها پشم خودم ریخت. بچه ها من چند راند بهش بدم. هیچی نمیده گرفتی. امده هم بگیری هیچ کاری نمیکنم. میزنمش. کجایی؟ اویل برو خونه. بچه نه 2 تیر کردم ولی 1 تیرش خورد به زمین. حالا فکر نکنم 2 تیر کرده باشم. ای یا خدا اینا پشت سر من چیکار کرد؟ بابا هد خوردی دیگه داداش. به خدا هد خوردی. چند تا خوردی اصلا. نمیشه بریم بالا. ای بپریم بالا. بابا اشکال نداره میزنیم. بابا داداش آرامتر باش. آرام بازی کنه. خب برو خونتون از بچه. بابا 2 تیر نکن بچه. با وودبکر بزنیم. با وودبکر. کلام پرید. آخ برو خونتون دادش. بابا 2 تیر نکن دیگه. بابا چرا یخ نمیزنه لعنتی؟ اشکال نداره 4 ران دیگه باید بزنم برسه. اوه لگ نگیر.
وای بچه ها داره بهم میرسه. 3 راند دیگه میخواد بهم برسه. دراز نکش سلام بهت میگم. دراز نکش. 2 تیر نکن تو رو خدا. وای اوف بچه ها 2 تیر شد ولی چی خورد. وای 2 تیر شد ولی پشما خودم ریخت. جدی میفرمایی؟ ولی یه تیرش خورد به چیزا. یه تیرش خورد به سرش، به هدش. خب به انا من اون یه تیر خورد به زمین. من 2 تیر کردم. اولین تیر خورد به سرش، دومی خورد به زمین. حالا چه 2 تیر میکنم؟ یه از من درستش کنم اینو. الان درست شد. از اون بالا نزن. الان چی دارم میگم بچه؟ بچه 2 تیر نمی کنم. هم سویش بزنم بهش. بابا تکی تکی نخور. میخوای هد بخوری یک دفعه بخور دیگه. الان میرسه به من. بابا چه 2 تیر میکنه لعنتی رو. تو یخ اومد بیرون. بابا تو رو خدا بخور اذیت نکن. به خدا بخور اذیت نکن تو رو جان هر کی دوست داری. داداش کلام پرید. آرام باش. نخیر. بچه من نخورم از این باید برم بمیرم. بابا نرو تو تنظیمات دیگه. بابا 2 تیر نشو. 2 تیر نشو تو رو خدا. 2 تیر تمام. بچه ها زدیمش 8-3 به نفع من. و دست هفتم هم خیلی بد زدمش بچه ها. 2 تیر شد ولی بد خورد. مرسی که تا آخر ویدیو رو تماشا کردی. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. اگه با این ویدیو حال کردی لایک فراموش نشه. تا ویدیوی بعد بدرود.